توی ماینکرافت 1000 بلاک رو با یه ماشین مخصوص ماین کردم و این اتفاقی بود که برام افتاد. حاجی خیلی قشنگ به نظرم اصلا ضرر نکرد. خودم اینجا یه دونه ماین دارم بچه‌ها. خب هیجان خاصی نداره پشت این دستگاه بشینی بعد هی بخوای ماین کنی بری جلو. می‌دونی می‌خوایم یه ذره قضیه رو هیجانی ترش کنیم. می‌خوایم بریم الان توی 58 دایره 58 می‌خوایم بریم وای 51 یه دستگاه جدید بذاریم که از یه جهت دیگه هم شروع کنیم که انشنت سیتی هم بتونه اسپان بشه برامون. قضیه داره می‌خوایم یه ذره جنایت‌ترش کنیم. آره پس بریم که متریالا رو جمع کنیم. اولین چیزی که نیاز داریم انشنت دیویته که من اینجا الان هیچی ندارم. پس باید بریم هر کدومشون 3 تا انشنت دیویت میخوان، به عبارتی باید 15 تا انشنت دیویت ماین کنیم. برای ماین انشنت دیویت هم نیاز به TNT داریم که باید بریم. برای ساخت TNT هم نیاز داریم به گانپاودر و سند که من اینجا زیاد گانپاودر ندارم. و باید برم توی فارم کریپرم اینجا یه ذره FK وایسم و اینجا هم ما سند نداریم. باید بریم از سند برم. آره 5 تا سند دارم، یه دونه TNT میتونم بسازم و برم از صندوقم سند جمع کنم و بعدش بریم برای ماین انشنت دیویت. A few moments later. خب الان نزدیک نیم ساعت من اینجا FK وایسادم. بریم ببینیم چقدر گانپاودر جمع شده از این کریپر فارممون. 1 2 3 4 5 6 7 استک. یه چند استک هم اونجا من دارم. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 استک ما اینجا گانپاودر داریم. بعد به ازای هر 4 استکمون هم یه 5 استک سند میخوایم که میشه به عبارتی 4 تا 8 تا 10 تا 4 تا 8 تا 11 تا استک داریم در واقع که میشه 10 تا 15 تا استک هم سند میخوایم تقریبا. بذارم داخل این شورکل باکس و بریم سندارم بیاریم. سنده اونجا آماده است، فقط باید بریم از سنده رو بیاریم. اونجا آماده دارم از قبل. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 استک کافی بود دیگه. 15 تا استک هم سند میخوایم تقریبا. 7 8 9 10 نه چرا 15 تا بسید 4 5 خیلی خوب. اینا رو میذاریم اونجا خب محاسباتمون کلا اشتباه بود. مثل اینکه به جای هر یه دونه به جای هر 4 تا سند ما 5 چیز می‌خواستیم خودم یه 2 استک TNT شد. فکر کنم کافی باشه. چقدر نگاه روشنه، یه شیدره عالیه. بین دلغک. خب باید توی دایره 15 ما بریم ماین کنیم. توی دایره 12 ببخشید 12 15 یه لحظه صبر.
لایر 15 و بعد بریم یه دونه ماین پیدا کنیم همون استریت ادامه بدیم. اینجا خوبه. به نظرم بعد اینجا یه ذره چوسی رو خاموش کنیم یه لحظه. خب بسه بریم جلو بعد میام یه همه چی جمع. باشه بسه بابا بسه. یه 14 تا دیگه میخوایم چیزی نیست. به های 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 ما این قبلیم رسیدم. عجیبه. عجیبه. مشکلی نداره ادامه میدیم. وارد رسیدیم با سال اینجا تمومش میکنیم. با خوب بسه ای بابا بس فکر میکنم باید توی یه جهت دیگه ادامه بدیم. به You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. به نظرم همینطوری ماین کنیم خیلی بهتره.
یه 6 تایی میخوایم، یه 5 تایی میخوایم به نظرم و همینطوری اگه ماین کنیم خیلی بهتره. خیلی بیشتر اومدیم جلو، ولی خب بازم ایبی نداره، مشکلی نیست. بریم که 6 دارم بریم که زودتر بریم برای کارمون برسیم. رفت من لفظ میام خودش میباره. منشن دیبریته و از نیازمون هم بیشتر جمع کردیم. شانس رو ببین خدا وکیلی. و اینم از 15میش. بقیه‌ش هم بریم ببینیم چند تا میشه، چند تا بهمون میده. خب همون 15 تا قشنگ فیکس رو 15 تا بایسته که حرف من یه موقع چیز نشه. از نیازمون هم بیشتر جمع کردیم. اوکی این هم از انشن دیبریتا. بریم برای بقیهش. خب از اینجایی که سخت‌ترین و مهمترین چیزی که نیاز داشتیم همین انشن دیبریتا بود، دیگه بقیه وسایل رو جمع کردم، اونا رو زیاد رکورد نکردم که زیاد شلوغ نشه. یه حدود یه نیم ساعتی هم رفتم توی فارم اسلایم، اما اونجا هم یه نیم ساعت AFK بودم که اسلایم جمع کنم. این همه آیتمایی که نیاز داریم برای این تانل باره، فقط چون اینی که میخوایم بسازیم یه ذره بزرگتره، سر همون یه ذره آیتم بیشتر آوردم. همین که یه ذره هم کلا آیتم بیشتر آوردم که این موقع مثلا کم نیاد چیزی. خب الان باید بریم یه جای، چون من بردم توی مثلا نسخه‌های قدیمی تر جنریت شده، سر همین NCT نزدیکی ها توی چانکای نزدیک نیست. باید برم یه جای دور، یه جای رندوم دور پیدا کنم، همونجا شروع کنم ماین کنم، برم پایین از اینجا ماین شروع کنیم. دیگه از اینجا شروع کنیم ایشن سیتی پیدا نمی‌کنیم.
بچه های ماشین ماینمون هم تموم شد ساختش. حالا خیلی هم زمان برد. حالا شما توی فقط یه تایم لپس کوتاه دیدید ولی خیلی زمان برد. دهنم سرویس شد انقدر که رفتم از بیسم یه دونه بیکن آوردم اونجا گذاشتم که اینجا رو بکنم این فضا رو خالی کنم. چقدر داشتم اضافه موند. 2 تا دیگه راحت تونستم بذارم که این ماشینه رو بسازم. بعد انقدر خراب شد خودش وسط کاره. بریم حالا ببینیم که به حق 5 تن کار کنه یا نه. یه کارم نکنه حوصله‌شو ندارم دوباره درستش کنم. بعد این نوتراکر رو اینجا بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کار نکرد. حالا مشکل از کجاته؟ برای چی کار نمی‌کنی؟ کار نکردن ماشینونم بعد این همه زحمت چیزی بود که واقعا داشت میرفت رو مخم. ولی خب چاره ای نداشتم. اگه ماشین رو نمیساختم نمیتونستم این همه بلوک رو با دست مانم. پس ماشین رو کامل خراب کردم و از اول یه ماشین جدید به یه روش جدید ساختم. این دفعه هم خودم تنها تستش کردم که اینطوری ضایع نشم و ماشین جواب داد و کار کرد. خب دیگه بریم بچه ها ببینیم چی کاریم دیگه شروع کنیم. پشماتون بریزه. دایموند وین 12 تایی. من یه تکسچر پر دانلود کردم. یه پک دانلود کردم دیگه این کورا که دورشون یه خط میکشه که راحت بتونم ببینمشون دیگه اشتباهی ندارم بهتر کنمشون و فورچن بتونم بعدا ماینشون کنم. عملیات حفاری اصلا اونطور که فکر میکردم پیش نرفت و تا حدودای بلاک 500 اتفاق خاصی نیفتاد جز اینکه یه بار ماشین خراب شد که اونم خودم درست کردم و یه دایموند بین 8 تایی پیدا کردم. از اونجا به بعد دیگه کارم فقط شده بود کندن بلاک و زدن دکمه ماشین و جلو رفتن. کندن بلاک، زدن دکمه ماشین، جلو رفتن. این کاری بود که من هی داشتم تکرار میکردم و واقعا دیگه خسته شده بودم. ها اینکه به یه محبتی باز رسیدیم بچه‌ها و این اصلا نشونه خوبی نیست. خودم به شخصه اصلا هیچ خوبی نسبت به این قاره ندارم. ولی خب بازم میرم داخلشو میگردم ببینم چی میتونم پیدا کنم. چی دستگیرم میشه. با اینکه خیلی دوست داشتم توی این اپیزود یه استراکچر خاص مثل شنسیتی یا هر چیز دیگه در بخوریم ولی متاسفانه من کل اون کیو رو گشتم و نتونستم حتی یک استراکچر پیدا کنم. سر همین تصمیم گرفتم
که ماشین رو خراب کنم و قضیه ماین رو کلا بیخیال بشم. فایده ای هم نداشت ماین کردن، چون فضای جلوی ماشین تماما فضای خالی بود. سر همین ماشین رو تمام خراب کردم، جمعش کردم و برگشتم به بیس. بچه‌ها این همون تابلویه که توی سابنیل ویدیو دیدید. اینو از اون اوراییه که تا الان با هم ماین کردیم یا از اون ساختم. این برج از 176 تا دایمند، 66 تا بلاک لپیس، 179 تا بلاک گولد و 63 تا بلاک آیرون و تعداد خیلی زیادی بلاک ردستون تشکیل شده که دیگه اونا چون زیاد مهم نبود تعدادشو وارد نکردم. و آره دیگه همیناست. یه تعدادیش هم داخل اینونتوریمه. اینا رو چون خود دستگاه زد ماینشون کرد، یعنی خرابشون کرد، نیده بودم دیگه، اینا رو نتونستم بلاک کنم. من یه 18 تا بلاک دایمندم، شما بزنید روش که اینجا داخل اینونتوری منه. دوست داشتم که توی این ویدیو یه انشن سیتی بخوریم و اونجا بتونیم بریم، حالا یه داستانی هم اونجا داشته باشیم، ولی خب حالا قسمت نشد و اصلا 1000 بلاک هم نتونستیم ماین کنیم، ولی خب به یه قاره خیلی خوشگل رسیدیم که به نظرم ارزشش رو واقعا داشت. در هر صورت بچه‌ها کانتنت این ویدیو تموم شده. خیلی ممنونم که تا اینجا نگاه کردید. برای ویدیوهای بیشتر حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. ویدیوهای بیشتری توی راهه و تا ویدیوهای بعدی پیس.